مقدمه جمله است که برای پشتیبانی از یک نتیجه ارائه میشه. برای ارزیابی که یک نتیجه قابل اعتماد است یا نه، یکی از چیزهایی که باید بررسی کنی نیست که مقدمه ارائه شده معتبر هستند یا نه. و این تعیین میکنه که آیا استدلال قوی است یا نه. یک مقدمه زمانی معتبر است که درست و منطقی باشه. به مثال زیر توجه کنین. اگر موی احمد تر باشه، به این معنی است که به تازگی حمام گرفته. موی احمد تر است، بنابراین او به تازگی حمام کرده. مقدمه دوم برایتی قابل ارزیابی است. اگر موی احمد تر باشه، این مقدمه درست است، اما مقدمه اول منطقی نیست، به خاطر که راه دیگه وجود داره که موی احمد ممکن است تر شده باشه و تشناب نگرفته باشه. برای مثال او ممکن است در طوفان گرفتار شده باشه. بنابراین این مقدمه معتبر نیست. اما توجه داشته باشین که یک مقدمه نامعتبر لزوما به معنای نادرستی نتیجه نیست. ممکن است احمد واقعا به تازگی حمام کرده باشد. این فقط به این معنی است که نتیجه قوی نیست و لزوما درست نیست، حتی اگر از مقدمه های داده شده پیروی بکنه. مثلا هواپیمای نامری که خورشید حمل میکنند از شرق به غرب حرکت میکنند. بنابراین خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب میکنه. در این مثال نتیجه که از مشاهدات خود ما گرفتیم واضحا درست است. در این مورد نتیجه به صورت منطقی از مقدمه پیروی میکنه، اما اون مقدمه که گفتیم واضحا نامعتبر است و بنابراین استدلال قوی نیست. خب حالا میتونین ارزیابی کنین که یک مقدمه معتبر است یا نه، و میتونین به طور انتقادی در برابر قوی بودن یک استدلال فکر بکنین که آیا استقلال قوی است یا نه.